پشت، قسمت رو، اطراف شد 4 گوش. این رو خاموش میکنیم. آب میگیری، بغلش دستگیره داره، مارکش هم اینجا هستش، دقت کنیم پایینش مارک ناسیوناله، مارک سانیو ناسیونال، مارک خیلی خوبه. این رو میپیچونیم برش میداریم، این رو به حالت که بپیچونیم باز میشه. زیرش من سنباته گذاشتم حاضر آماده، یه سنباته زبر گذاشتم که لایه ها خشایره، لایه ها و خشاش بگیر. خب سفتش میکنیم و میریم برای خشگیری. سفت بشه، این هم سفت. این سنباته هایی که رنگ آبی داره اگر آب بزنین هیچ کار نمیشه. سنباته های آبی رو آب بزنین هیچ کار نمیشه، ولی این سنباته هایی که پشتش رنگ زرد داره به اینا آب بزنین سریع اینهاش برداشته میشه. پس این آبی ها خیلی بهتره. خب چیکار میکنیم؟ خشگیری و آماده بشه برای جلا مرحله آخر. یه سمت خشگیری توی آب 2-3 باری کار تکرار میکنیم، برای رو و برای پشتم تکرار. قشنگ دقت. همین کاری که الان انجام دادیم و شما نگاه کنیم یاد بگیریم، میتونیم نگین تراش بدیم به همین راحتی. بعد 2-3 مرحله پشتش خشگیری میکنیم، 2-3 مرحله هم یکم تو آب میزنیم و اینایی که صفحه آبی هم هست سنباتا آب میزنیم هیچ کار نمیشه، خیلی روونتر میشه و بهتر لایه ها رو برمیداره و گرد و غبار نمیده.